خبر به دورترین نقطه جهان برسد. نخواست او به من خسته بیگمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه می کنی اگر او را که خواستی یک عمر به راحتی کسی از راه برسد؟ رها کن برود از دلت جدا باشد، با آن که دوست ترش داشته به آن برسد. رها کن بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه‌ای نکن بغض خویش را بخوری، که حق حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه نفرین نمی کنم، نکند به او که عاشق او بوده ام زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زود آن زمان برسد.